با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما دوستان و علاقمندان به تحصیل. امیدوارم که هر جایی باشین جور صحتمند باشید. بازم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی و معلوماتی درباره بورسیه بانک جهانی به همکاری کشور ژاپن. دوستان عزیز، قسمی که شما میبینین ما در صفحه ورلد بانک اسکالرشیپ پروگرام هستیم و آدرس این وبسایت رو در اختیار شما قرار میدیم. وقتی که داخل این صفحه بیاین شما گزینه دوم رو انتخاب بکنین، تمام معلوماتی که درباره این بورسیه یعنی بورسیه بانک جهانی میخواستین شما در اینجا پیدا کردن میتونین. قسمی که اینجا هم یادآوری شدن بورسیه بانک جهانی و همکاری کشور ژاپن برای شهروندای کشورهایی که در حال توسعه هستند ایجاد شده و هدف اصلی بورسیه هستند که شهروندان همه کشورها را ظرفیت تحصیلیشان را بالا ببره و بعد از اتمام تحصیلشان در مقطع ماستری یا دکترا بر بگرده به کشورشان و مصدر خدمت به کشورشان شود. بورسیه بانک جهانی که است دوستان 41 رشته مختلف در بخش ماستری، مخصوصا بخش ماستری در 24 دانشگاه‌های مختلف آمریکایی هستند، اروپایی، آفریقا و کشور ژاپن هستند که اینجا هم ذکر کرده که شما کسایی که می‌خواهید این بورس موفق شود باید دمی 41 رشته اپلای بکنن و اگر شامل 41 رشته نشدین شما مستحق بورسیه شناخته شده نمیتونین. خب بورسیه بانک جهانی همه ساله دوستا که است به دو مرحله باز میشه که ویندوی اول داره و ویندوی دوم. ویندوی اولش قسمی که شما میبینید از 13 جنوری همین سال آغاز شده و تا 28 فوریه 2025 ادامه داره که شما میتونید فعلا در یه ویندوی اول اپلای بکنین و برای ادمیشن گرفتن به پانتونایی که اینجا مشخصا کدام پانتونا در کال اول یا در ویندوی اول باز هستن شما میتونید اپلای بکنین و دلخواه هستن هر دانشگاهی که شما بخواین، هر کشوری که بخواین میتونین اپلای بکنین و ادمیشنشون رو بگیرین و اما رشته‌ای که میخواین اپلای بکنین مطابق به بک‌گراند تحصیلی قبلی شما باشن. یعنی به این معنی که اگر شما از اقتصاد در لیسانس از اقتصاد فارغ شدین ادامه اقتصاد در ماستری هم باید اپلای بکنین، چون که شانس گرفتن شما رو به بورسیه و ادمیشن پانتون بالا میبره. اینجا تمام پانتونایی که در کال اول یا در ویندوی اول باز هست نشان داده شده است که شامل 9 تا یونیورسیتی هستن و رشته های مختلف که شما نظر به رشته ایتان و پانتون دلخواهیتان انتخاب مونین و فعلا هم باز هستن برای ادمیشن اقدام میکنید. و وقتی که ادمیشن پانتون را گرفتین دوستان عزیز یک چیز اینجا یادآور شدم برای شما که برای درخواست ای بورسیه قسمی است که اول شما باید ادمیشن پانتون داشته باشین و بعد میتونید برای بورسیه بانک جهانی اپلای بکنین. یعنی فعلا برای گرفتن ادمیشن یونیورسیتی هایی که در کال اول باز هستن شما باید اپلای بکنین و از طرف دانشگاه که شما قبول شدین بعد برای درخواست بورسیه شما درخواست میدین و آفر لیتری که از طرف پانتون شما دریافت میکنین معمولا لینک یا فرم آنلاین بورسیه را برای شما روان میکنه و بعد از اون شما خانه پوری میکنین و داستانی گرفتن بورسیه بعد از او شروع میشه. بعد از اینکه از طرف کمیته بانک جهانی بورسیه بانک جهانی شما شایسته بورسیه بودین در آخر یک اینترویو هم دارین که معمولا ویدیو کال هستش و در اون اینترویو هم معمولا سوالایی مثل که چرای پانتون رو انتخاب کردین و چرای کشور و بعد از اینکه درستان تمام شد چه هدف دارین، آیا با کشورتان برمیگردین که معمولا شما باید 100% به این نکته اشاره کنین که بعد از اتمام تحصیل ما برمیگردیم به کشور خود که برای بورسیه بانک جهانی یکی از مهمترین قسمتشون همی است که باید طرف مقابل را شما قانع بکنین که بعد از اتمام تحصیل ما برمیگردیم به کشور خود. و در کال دوم دوستان عزیز قسمی که میبینین از 25 مارچ الی 23 می 2025 آغاز میشه که تا باز نشده این کالش
ما شما منتظر میمونیم که باز شوه و کدام پانتونا شاملش است. شما اینجا میبینید لیستشون را که معمولا بیشتر از کال اول است یا ویندوی اول است. 17 دانشگاه است با رشته های مختلف که بازم شما نظر بر رشته‌ای که هست، مثلا در کال اول رشته یک دلخواه شما نیست، منتظر میمونید. در کال دوم و رشته دلخواهتون اینجا هست، میتونید که اپلای بکنین و ادمیشن پانتون رو بگیرید. فایده های بورسیه چیست؟ وقتی که شما اینجا کلیک بکنید تمام فایده ها و یا بنفیتس بورسیه رو میبینید که مهمترینش شامل شهریه کامل فیس دانشگاه هست که 2 سالی که شما درس میخوانید فیس دانشگاه از طرف بورسیه تامین میشه و هزینه های زندگی است. مبلغی برای تامین هزینه های زندگی به دانشجویان تعلق میگیره و دیگه هزینه سفر هستن، هزینه سفر به دانشگاه مقصد و وقتی که تحصیل شما تمام میشه و برگشت به کشور مبدا هزینه های سفر از طرف از بورسیه تامین میشه و دیگه بیمه درمانی در طول 2 سالی که شما در حال تحصیل هستین، خدای نخواسته کدام اتفاقی مریضی عاید حال شما میشه از طرف یعنی بورسیه شما پوشش بیمه درمانی دارید و مهمترین ویژگی های بورسیه همینا بودن. خب دوستان عزیز، شرایط بورسیه چی است و چه کسانی میتونن در این بورسیه اپلای بکنن؟ قسم شما میبینید اینجا گفته باید که تابعیت داوطلب باید یک تابعیت کشوری در حال توسعه داشته باشه. قسمی که شما در این لیست میبینید واجد شرایط این بورسیه کدام کشورها هستن، لیستشون اینجا هست که افغانستان شامل این بورسیه میشه و شهروندان افغانستانی که میخواهند در این بورسیه اپلای بکنن میتونن که اپلای بکنن و تمام کشورهایی که شامل بورسیه هست معمولا کشورهایی که در حال توسعه هستن یا متوسط هستن در این بورسیه شامل بورسیه میشه که لیستشون در اینجا شما کامل میبینید. و دومی که سیتیزنشیپی که کشوری توسعه یافته را نداشته باشه و از نظر صحی صحتمند باشه و دیگه یکی بچلر دیگری باید بچلر دیگری داشته باشه، یعنی لیسانس مدرک لیسانس شما داشته باشین و دیگه این که تجربه حرفه‌ای مرتبط با رشته‌ای که میخواین اپلای بکنین داشته باشین. اینا از شرایط بورسیه هستن که شما باید اینا رو داشته باشین. و قسمی که ما قبلا هم یادآور شدم مهمترین بخش این بورسیه است که قبل از اینکه شما درخواست بورسیه رو میدین باید از یک پانتون ادمیشن رو داشته باشین. ادمیشن قبل از درخواست بورسیه باید که شما ادمیشن پانتون رو گرفته باشین. ما پانتون رو لیستش رو قبلا با شما گفتیم که کدام پانتون و کدام رشته ها هستش و بعد از اینکه شما ادمیشن شما از طرف پانتون اوکی شد میتونید که درخواست بورسیه بدین. خب دوستان عزیز، امیدوارم که معلوماتی که درباره بورسیه برای شما ارائه شد مفید واقع شده باشه و اگر تا هنوز چینل خودتان عادل تیوی را سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید و این ویدیو را لایک کنید که به دوستایی که اهل بورسیه هستن به دسترس اونام قرار بگیرن و تا ویدیوی بعد شما را به خدای یکتا و کریم میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.